جان خوش اومدید با پارت 4 مایکرافت. بچه ما پارت 1 این خونه رو ساختیم قرمز، پارت 2 آبی، پارت 3 زرد و اومدیم پارت 4 رو سبز بسازیم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه بریم برای دور خونه، یعنی باید دقیقاً روبروی این باش. حالاش این یه ذره فرق. حالاش این دوروورش تا اینجا کافیه به نظرم، یه ذره زیادتر بشه به نظرم. اینجا این دوروورش دور خونه. تو کامنت ها بگین رنگ بعدی یا چی بزنم. این از دورش. حالا بریم پایه ها یا همون ستون خونه که اینجوری قراره بزنیم. من اینو میزنم پایه ها رو و میام به شما نشون میدم. خب بچه ما این ستون ها رو زدیم. بله نگاه کنید الان این یه مربع شد. حالا بریم دیواراشو بزنیم و پنجره. دیواراش هم که اینجوری میزنیم دیگه، این همین همیشگیمون. من برم پایا دیوارا رو پنجره ها رو بزنم و بیام و درم بذارم. خب بچه ما دیوارا رو زدیم، سقف هم زدیم، پنجره ها هم زدیم، درم گذاشتیم. بعد اینم داخلش. به به من برم نور پردازی کنم با اینا. نگاه کنید به این پارکت تور میگن. آره بله اینجوری میکنم. من برم به کل اینجا رو روز کنم بیام. ما این پارکت ها رو زدیم. تختم که 100% باید سبز باشه. 100% باشه که نیم بعد چیست این تا اینجا کار بکنیم. من میخوام بالاشو یعنی سقفشو این خونه که میبینید نگاه کنید بچه ها. من اینجوری میخوام بکنم. نگاه این یه ذره آبی سبز میزنه. نگاه کنید قشنگ اینجوری میکنم. چه صدای خوبی میده. بعد اینجوری من کار کاملش میکنم. یا بچه ها اینم تموم شد. به چقدر خونه سبز قشنگی. اینم از توش. بچه اگر دوست داشتید توی ویدیوهای همین مایکرافت باشه ولی من توشون یعنی توی یه مودی دیگه مایکرافت، یعنی خونه اینجا رو میبینید صافه، همون مودی که همه میرن رو بازی کنیم و توی یه قاری، یعنی توی کوهه کوه، داخل کوه یه خونه بسازیم، حتما این ویدیو رو لایک و حمایت هم کنید. من که تا یه ویدیو دیگه با من فعلا خدا نگهدار.